سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی را میبینید. امروز سه‌شنبه 23 ایول است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست از وضع باد و هوا برایتان میگوییم. هوا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک و قرارگاه مرکزی رادیو آزادی نیم ابری است و حرارت دوام روز به 32 درجه می رسد. در شهر دوشنبه هوا خیلی گرم است و پیش بینی می شود حرارت تا 41 درجه برسد، اما باد و هواسنجان میگویند در برخی از منطقه های تاجیکستان حرارت هوا امروز بی سابقه گرم شده تا به 46 درجه خواهد رسید. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان هم هشدار داده است که گرمای شدید سببگار آب شدن برف ها و پیریخ ها شده میتواند باعث آمدن سیل، لغزش ترمه، ریزش سنگ در منطقه های کوهی شود و از این رو از شهروندان خواسته است که احتیاط کنند. بیننده ارجمند، برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز میکنیم. در نتیجه مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک نفر ساکن ناحیه اسفرک کشته و چندین تن از هر دو جانب زخمی شدند. مناقشه نیمه دوم روز 22 ایول در حال سر زده است که قرار است پرزیدنت های دو کشور در این منطقه دیدار و گفت و شنید داشته باشند. غفورجان جورایف رئیس محله تاجیکان جماعت واروخ روز 22 ایول به رادیو آزادی گفت بر اثر تیرکشی از طرف قرقیزستان در محله تاجیکستان جلالالدین قرایوی 52 ساله که آموزگار بوده است کشته شده است. 5 نفر زخمی شدند، از جمله رسول شامیر سعیدов سردار شعبه تفتیشات ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت که حالا در بیمارخانه واروخ بستری است. مرکزی مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید مناقشه از آنجا سر زد که شهروندان قرقیزستان در حدود تاجیکستان خودسرانه زمین را کافته پرچم ملی خود و لوحه آقسای را نصب کردند. ساکنان واروخ به این مقابل برآمدند و در نتیجه بحث به زنازنی کشیده است. اما مقامات قرقیز ادعا دارند که مناقشه زمان سر زد که ساکنان واروخ میخواستند در سر راه پرچم‌های تاجیکستان را آویزان کنند و ساکنان دهه آقسای قرقیزستان به این مخالف برآمدند. ساکنان آقسای قرقیزستان راه اسفره واروخ را بستند. مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان حادثه را اغوای نوبتی مینامد و میگوید برخی از دایره‌های منفعت‌دار قرقیز صلح و آرامی را در خط مرز نمیخواهند و رو به اغوا می‌آورند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. بارهاست در منطقه های بحث طلب ساکنان برای آب و چراگاه و راه و بازار دست به گریبان شدند و تا حال چندین نفر در چنین مناقشه ها کشته شدند. مقامات تاجیک میگویند که درخواست گروه 24 برای بازبینی پروندهشان رد کرده شد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 22 ایول ضمن نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت تشخیص نشان داد که تنها درخواست چند نفر از اعضای گروه 24 بوده است و اعضای دیگری آن با پخش بیانیه اظهار داشتند که از هدفهای خود دست نمیکشند. با این دلیل دادگاه عالی قرار کرد که تصمیم قبلی بیکار کردن نشود، گفت شاهیان. گروه 24 ماه اکتبر سال 2014 از طرف دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع و اکستریمیستی اعلان شد. بیننده ارجمند، برنامه اخبار آزادی که ساعت 1 با وقت پراگ پخش می شود در این باره بیشتر خواهیم گفت. در این برنامه ما را همراهی کنید. روز 22 ایول با فرمانهای پرزیدنت تاجیکستان رئیسان 11 ناحیه و شهرهای کشور نو شدند. از جمله بر عوض فتح‌الله حرمتزاده در مقام اجرا کننده رئیس شهر نارک ولایت ختلان هلالبی قربانزاده تعیین شد. جباری غفار از وظیفه رئیس ناحیه کوشانیان آزاد و به جای او اکرام‌الدین ولیزاده اجرا کننده وظیفه رئیس این ناحیه تعیین شد. در وخش به جای عزیزالله شربتالله قربانعلی یوسفوف، در یاوان به جای امیربک تیمور جمشید سیدزاده، در ناحیه جیهون ولایت ختلان به جای فاتح امینزاده عبدالحفیظ آدینه‌زاده اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه جیهون تعیین شد. این چنین در ناحیه 5 به جای محمد یونس سیف‌الدین زاده ظریف خوجه شاهیان، در ناحیه شهر توز ولایت ختلان به جای رمضان آی محمدزاده جباری غفار، در ناحیه ناصر خسرو به جای نوردین صدرالدین زاده دوران نشانزاده اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه تعیین شدند. در ناحیه واسه موسی غفارزاده را عزیزالله شربت‌الله عوض کرد.
امامیدین اصلزاده از وظیفه رئیس ناحیه تیمورملک آزاد شده، به جای او فاتح امینزاده اجرا کننده این مقام تعیین شد. در ناحیه سنگوار به جای ظریف خوجه شاهیان غیرت محمد شاه اجرا کننده رئیس این ناحیه تعیین شد. قدرت دولتزاده رئیس آژانسی تاجیک استاندارد نشر عکس‌های حسیب با پای مش در شبکه‌های اجتماعی را کاری دست گروه‌های صاحبکاران نامید که با هدف پیدا نمودن موقع مونوپولی خود از این شیوه کار می‌گیرند. دولتزاده روز 22 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت در شبکه‌های اجتماعی او نیز چنین حالت را مشاهده کرده است و از خبرنگاران خواهش نمود که قبل از رسانه‌ای کردن این گونه حالت‌ها به نهادی زیر رهبریش مراجعت کنند. صاحبکارانی هستند که برای موقع معین مونوپولی خود یکدیگر را تحقیر میکنند. به فیلم‌های روسیه نگرید نشان میدهد که این حالت میتواند تجارت صاحبکاران را نابود کند. افزود وی چند قبل نشر عکسی حسیب در شبکه اجتماعی فیسبوک که میان حسیب پای موش نمودار بود به کارخانه حسیب براری ولی جان ربط داده میشد، سر و صداهای زیاده را نیز به میان آورد. مسئولان تاجیک استاندارد میگویند در پی هنگامه های زیاد اطراف این عکس آنها معلوم نمودند که این عکس دستکاری شده است و بیانگری واقعیت نیست. با اوج گرفتن حمله و خونریزی در افغانستان، زلمه خلیلزاد فرستاده خاصه آمریکا به کابل سفر کرده است تا راههای ختم جنگ را بررسی کند. او روز 22 ایول به پایتخت افغانستان آمده است. وزارت امور خارجه آمریکا گفت که سفر خلیلزاد تا 1 آگوست ادامه میکند و قرار است او به قطر هم برود. با گفته وزارت هدف این سفر ادامه تلاش‌ها برای مساعدت به روند صلح و پایان دادن به جنگ در افغانستان است. در کابل زلمه خلیلزاد با مقامات افغانستان قدم‌های بعدی در روند صلح را بررسی می‌کند، از جمله مشخص کردن هیئت ملی را که در مذاکرات بین افغانی شرکت خواهند کرد. بعد ختم سفر در افغانستان، زلمه خلیلزاد برای گفتگو با طالبان به شهر دوحه پایتخت قطر می رود. پیش از سفر 11 روزه خلیلزاد به افغانستان و قطر، مقامات افغانستان گفتند که در نتیجه حمله هوایی مشترک امریکا و نیروهای افغانستان در ولایت لوگر 7 غیر نظامی کشته شدند. حادثه روز 21 ایول در ناحیه بارک هنگام یک عملیات بر ضد طالبان صورت گرفته است. به قول حسیب ستانکزی عضو مجلس ولایتی، نیروهای هوایی یک قرارگاه طالبان را هدف گرفتند اما تیرشان به 2 خانه استقامتی برخورده است. به گفته استانکزی در بین قربانیان حمله هوایی زنان و کودکان هم بودند. سخنگوی رئیس ولایت لوگر حمله هوایی را تصدیق کرد ولی درباره تلفات آن چیزی نگفت. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و نوار نادری دارید که می‌خواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر و یا واتساپ به ما فرستید. رقم تلفن ما 420 724 05 66 81 است. یادآور می‌شویم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام ها است. اگر شما خبر فرستادید، ما جزئیات آن را از شما پرسان می‌شویم. بیننده ارجمند رو میارم به خبرها از خارج کشور. در اوکراین بار نخست یک سیاه‌پوست وکیل پارلمان این کشور انتخاب شد. ژان بلونیوک از روی خط حزب خدمتگار خلق به پارلمان راه یافته است. بنابر نتیجه های پیشکی، حزب خدمتگار خلق پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در انتخابات پیش صف است. بلونیوک 28 سال داشته، در شهر کیف به دنیا آمده است و مادرش اوکراینی است. پدر ژان بلونیوک زاده رواندا در جنگ شهروندی این کشور در سال 1994 کشته شده است. ژان بلونیوک پیش از وارد شدن به سیاست با ورزش مشغول بود. او گفت پس از انتخابات به فعالیت ورزشی خود خاتمه می‌بخشد و همچنین نیت دارد در بازی‌های المپیک سال 2020 در توکیو اشتراک کند. در بازی‌های المپیک سال 2016 در ریو د ژانیرو برای اوکراین او مدال نقره آورده بود. بینندگان عزیز، در پایان این نشر نوید بامدادی با درخواست شما همچنان نظر میکنیم به قرب ارز خارجی در بازار تاجیکستان طبق قرب اسعار خارجی برای امروز که از طرف بانک ملی تعیین شده است. $1 آمریکایی 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو واحدی پول اتحادیه اروپا 10 سومانی و 59 درم و 1000 روبل روسی 149 سومانی ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه‌های نو و جالبی ما دوام روز تقدیم شما می شود و ما را همراهی کنید.